در نمایش در پوشش حجاب، مری آپیک، یکی از هنرمندان نامی ایران، سعی میکنه تا توجه همگان رو به مشکلات زنان در جوامع اسلامی جلب کنه. این نمایش هفته گذشته در مرکز هنری کندی در شهر واشنگتن به روی صحنه رفت. گزارشی از همکارم تانیا. نمایش در پوشش حجاب برای دومین بار به مرکز هنرهای نمایشی کندی در شهر واشنگتن آمد. این نمایش که اشاره به محدودیت حقوق زنان در دنیای مرد سالار دارد، ساخته و پرداخته بازیگر و هنرمند ایرانی تبار مری آپیک است. از 10 سالگی در تلویزیون ایران آغاز کردم کارم و به صورت تصادفی اتفاقی، چون من در رشته باله و پیانو تمرین می‌دیدم در هنرستان عالی موسیقی در تهران و مادر من یکی از پایه‌گذاران تئاتر و سینما در ایران بود که در زمان خودش یکی از بزرگترین چهره‌های تلویزیونی بود در برنامه‌ای به اسم امیرارسلان نامدار. به صورت تصادفی شروع شد. یکی از بازیگران اون روز موجود نبود، بنابراین از من استفاده شد با اصرار کامل من و مادر که به هیچ وجه نمیخواستن که من در این رشته کاری رو آغاز بکنم برای بازیگری. مری آپیک بازی در سینما را با ایفای نقش مرجان در فیلم داشاکل ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد. در سال 1977 با بازی در فیلم بنبست موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در فستیوال بین المللی فیلم مسکو شد. پس از انقلاب ایران، مری آپیک 3 دهه اخیر زندگی حرفه‌ای‌اش را در آمریکا به مسائل اجتماعی و سیاسی کشورش ایران اختصاص داده است. وی در مورد نمایش در پوشش حجاب میگوید: یک نمایشی است از نقطه نظرگاه یک خبرنگار امریکایی که مقاله‌ای رو داره تهیه میکنه در مورد زنان خاورمیانه و خوابش میبره. درستی مثل یه رویاست و در خواب تمام این شخصیت‌ها از این کتاب‌ها میان بیرون و هر کدوم قصه‌ای برای گفتن داره و این قصه‌ها مجموعه میشه از قصه زنان دنیا که با صدای اون، با صدای خبرنگار به اتمام میرسه برای گرفتن حقوق زنان در دنیا. ولی از سر مسئله زنان، چه روسری باشه چه نباشه، که البته مسیج اصلی من و پیام اصلی من اینه که انتخابی است این مطلب. اگر کسی انتخاب میکنه که این کارو بکنه، خب حقشه، و اگرم انتخاب میکنه که روسری نداشته باشه، حقشه. ولی از نقطه نظر این که حقوق قانونیش در دادگستری و در سیستم قانونی اون مملکت حفظ نمیشه، صحبت اصلی این هست. در 30 سال گذشته مری آپیک برای آگاه کردن مردم دنیا از اختناق حاکم بر خاورمیانه کوشیده است. نمایش در پوشش حجاب به زبان انگلیسی اجرا می شود و به این شکل این فکر آمد که به زبان انگلیسی باشه، قصه زنان مملکت هم باشه و بتونیم با آگاهی دادن به تماشاچی غربی بتونیم شاید یک تغییر کوچیکی در ذهنیاتشون به وجود بیاریم، برای اینکه واقعا هیچ نوع اطلاعاتی ندارن در مورد مسئله زنان در خاورمیانه. به گفته خانم آپیک، نقاشی‌های باقی مانده از زمانهای قدیم نشانگر آن است که تاریخ حجاب به سالیان پیش از اسلام باز می‌گردد. اگه ما برگردیم به مسئله روسری و حجاب و عروس تور میندازه به صورتش، یعنی یک حالت بسیار عرفانی زیبایی است برای استفاده کردن از تور یا از انداختن روسری بسیار زیبا که این قدمتش برمیگرده به یهودیان که اونها هم همه یک روسری، ولی به صورت نبوده که صورت و پوشش بگذارن، فقط روی سر بوده و برای زیبایی استفاده میشده. ولی با گذشت زمان و حکومت‌های گوناگون نقش حجاب در جامعه تغییر یافته است. 12 خواننده، موسیقیدان، نوازنده، رقصنده و بازیگر در نمایش در پوشش حجاب بر صحنه می‌روند. آنتونی عزیزی ایفای 10 نقش گوناگون را بر عهده دارد. تو این دنیا خانم‌ها حقوقشون مثل مردان نیست متاسفانه و این اشتباهه. چطور میشه هر 2 تا انسان، 2 تا بشر فقط با هیچی فرق میکنیم؟ فیزیولوژیکلی شاید یکم فرق کنیم، از لحاظ بشر و انسانیت فرق نمیکنیم. چرا باید حق و حقوق فرق کنه؟ چون مردا این تصمیم رو گرفتن. shame on you.
شانی ریگزبی خواننده و بازیگر این نمایش میگوید امیدوار است با اجرای نمایش در پوشش حجاب در شهر واشنگتن توجه چندی از سیاستمداران را به مسائل زنان در آن سوی دنیا جلب کنند. Hopefully we're doing our part. بهفر بهادران نوازنده. بهفر بهادران هستم. نزدیک به 2 ساله که خدمت خانم آپیک برنامه بینیث ویل رو به عنوان موزیسین این برنامه باشون همکاری میکنم. خانم آپیک واقعا با زحمت فراوان سعی کردن که این پیام رو به گوش مردم دنیا برسونن و مردم رو از وضعیت زنان در خاورمیانه و به خصوص مملکت خودمون ایران خبردار بکنن. تیموتی هایدن نایب رئیس امور خارجی سازمان عفو بین الملل در کندی سنتر حضور داشت. وی اعتقاد دارد بیان آنچه بر زنان ایران و سایر نقاط دنیا می‌گذرد امری لازم است. هنر مجالی است تا مردم عادی از جزئیات مسائل دیگران آگاه شوند و هر کس می‌تواند به نوبه خود گامی در جهت بهبود و تغییر بردارد. وی امیدوار است در وهله اول نقض حقوق زنان تمام دنیا ریشه‌کن شود و در ایران به خصوص با دخالت سازمان حقوق بشر به سرکوبی‌ها، اعدام‌ها و مفقود شدن افراد رسیدگی شود و متخلفان در برابر قانون جوابگو باشند. I'm the executive director of the Tahirih Justice لیمیلر Center. مدیر مرکز حقوقی طاهره است که پشتیبان زنان و دخترانی است که برای به دست آوردن حقوق مساوی می‌کوشند. وی میگوید امیدوار است دیدن نمایش در پوشش حجاب او را مانند سایر تماشاگران از مسائلی که گریبانگیر زنان دنیاست واقف سازد. مری آپیک به عنوان یک ایرانی متعهد در این نمایش سعی دارد صدای زنانی مانند زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی، طاهره قرةالعین شاعره ایرانی و همچنین ندای ندا قربانی خشونت حکومت در ایران را با بازگو کردن داستانشان بر روی صحنه نمایش به گوش جهانیان برساند. طرف صحبت من مردم دنیا فقط زنان نیستن، برای اینکه مردانم دوشادوش با زنان پیش میرن. مردان هستن، زنان هستن و کسانی هستن که بالغ هستن و میدونن بایستی که دنیای بهتری رو به وجود بیارن.